بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من برادوگاهاران و بلوچ های عزیز هر جا که هستید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک برنامه دیگه از برنامه های بلوچی دیوان در خدمت شما هستم. این برنامه از رسانه جهانی عدالت پخش بگیم. رسانه جهانی عدالت یک رسانه اینترنتیه که به طور 24 ساعت فدی برنامه در اینترنت و در صفحات مجازی یا همه سوشیال مدیا ارائه داد. شما تونت این برنامه از طریق سایت www.adalat-tv.net مشاهده بفرمایید. همچنین اتونید از طریق فیسبوک رسانه عدالت تیوی و فیسبوک شخصی من و همچنین از طریق یوتیوب این برنامه بگندید و بچارتش. من پیشنهادم ایشن که حتما این برنامه دنبال کنید، پیگیر ببید و از این رسانه دینی حمایت کنید و فدی دوست و رفیق و طایفه و احبابون هم تشویق بکنید به اشیا که این برنامه بگندن بچارنتش. در این وضعیتی که مشکلات از چپ و راست گریبانگیر تمامی به هر حال امت اسلامی بیده در هر جا، خیلی مهمه که ما به استفاده وصل بکنیم به الله سبحانه و تعالی و هر کسی که بتون تو موفق ببید که در کنار الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، آشی هیچ تیر دنیوی اصابت نکن. لذا باز توصیه کنون که حتما فدی دوست و رفیق و احبابون خاصتا بلوچ زبانون در این برنامه دعوت بدید که این برنامه بچارن بگندند. من از طریق آن اینستاگرام شخصی فدم پخشی کنم. هدفم ایشن که هر جایی که من دوست و رفیق و بلوچ هستند، من همزبان هستند، موفق ببند که این برنامه به خوبی بگندند و دنبال کنند. روز به روز اوضاع و احوال بدتر بگیم. باش ما در این بلوچی دیوانا به قول معروف دیوانی گپ جنین. خب اوضاع و احوال رو به روز بدتر بگیم. گرانی تمام مردمی دست باچه کدگند و بلوچ بیشتر در این گرانی و غرق. بلوچ از اساس هنچو فقیر بیده و فقیرش کدگند، الان هم که دیگه مزید بر علت بیده. از طرف دیگه انسان از نظر روحی و عاطفی معنوی به هم ریخته این وقتی که شرایط زندگی سخت ببید، این تمام در انسان روحی و اثر کنند دیگه. مهمترین چیزی که اتون ما را به سمت تحمل یعنی فشارهای سخت زندگی بارد، ایمان به الله سبحانه و تعالی و توکل به الله سبحانه و تعالی. خب یک وقت انسان مجبور بید که دست به یک سری کارها بجند و این کارها باید یک مبرر شرعیش ببید. خیلی هستن فداش در این گرانی و از بین برده، یعنی بجایی که فدا اصلاح بکنن بدتر بیدگن به انواع و اقسام مسائل غیر شرعی فداش مبتلا کده، مخدرات، شرابخوری و ما باید فدا در این اوضاع و احوال کنترل کنیم. باید حواسم ببید که احیانا فدی وجدان فدی ایمان از دست مده. بازین هستن که فدش بها کده، بازین از همه بلوچون متاسفانه هستن که حالا خواسته یا ناخواسته به خاطر فقر یا غیر فقر یا به خاطر طمع فدش بها کده، فدی برادم فدی همسایه بها میکنن به خاطر چند ریال دنیا. ایش هیچ وقت نتایج خوب در زندگی فد حاصل نکنه، مطمئن ببید. بچارت بهار زندگی همیشه سرسبز نه. این دنیا یک وقتی هم خشکسالی مواجه بید. منظور از خشکسالی در واقع اما پایان زندگی، یعنی مرگ. اگر بخواین تشبیه بکنه مرگ با خشکسالی، یعنی که خلاص دنیا اصلا دیگه گرگ بید و تا سراغ فلی حساب کتاب نره. به هر حال حواسو ببید که در این اوضاع و احوالا گفتی ایمانا خوب تعامل بکند، فدی ایمان و فدی وجدان و فدی ضمیر بها مکند
فدی جسم از بین مبرد به مخدرات، به شراب و به فساد و به خیلی از مسائل دیگه خدا مبتلا مکند، بلکه توکل به الله سبحانه و تعالی و دستور گو الله برس کند، دستور گو الله سبحانه و تعالی برس بکند که الله سبحانه و تعالی این فقرا شما دیر کن، اگر ظالمی به شما مسلطن این ظالم از شما سرا دیر بکن و از الله سبحانه و تعالی خیر دنیا و آخرت بلوت. دوستان عزیز، من خیلی حقیقتا ناراحت و نگرانم از اشیا که من خیلی از رفیق و دوست والله گاهی به من پیام دادن که ما یک شرایط طور بیده که فقط اتونی یک وعده آفشک بواره، یعنی یک تکه نگن و یک آفشک بواریم بس، اگه چی اصلا برنج چیز ممیلوگانیم. این هم به ما خیلی دردناکه. ما شخص من طعم این مسائل چشده و درک کنون که در چه اوضاع و احوال به سر برگرد. بیایم یک مقدار از الله سبحانه و تعالی یا به طور کامل از الله سبحانه و تعالی کمک بگیریم و از الله بلوتن که می اوضاع و احوالون خوب کن، مرتب کن، به سمت خیر سوقش داد. ثروت یعنی در واقع ثروتمند بگ، من بلوچی به دلیل اشیا که من سالها دیر بیدگم یک مقدار مشکل بیده، ولی انشاءالله که در این برنامه بتونه دو مرتبه بلوچی اصیل فدا بیارنی به عقب و بر بگردیم به اما زبان درست. ثروتمند بگ، پولدار بگ، فقط اشنه که یک حساب بانکی رو ببید و هی پول مرتب داخل حسابت برچید. سلامتی و تندرستی بزرگترین ثروتی که انسان اتون ببید. چه بسا انسانایی هستند که ملایین شب ولی در بستر بیماری خوابند، یعنی آرزوش هستن که از همه فدی بیماری ها خوب ببند ولی خوب برگنند و این ملایین هم که اصلا به دردش ورگنه. پس نعمت سلامتی بزرگترین نعمتی که الله سبحانه و تعالی به انسان داد. اگر یک وقت نون شفت نیستن که بوره یک مقدار به عقب بر بگرد دیگه نعمت هایی که هستند آشون بچار و چوش انسانتون فدا تسلی خاطر بداد. این کاری که منفعت انجام ده. یعنی چطور؟ یعنی مثلا شما الان یک مشکل به شما پیش آمد که کافی این که بیچاره سالمه، تندرسته، بدن سالمیه تا و یک دیگر از این نعمت ها محرومن، همه دونن که تا باید شکرانه الله سبحانه و تعالی ادا کنه. اگر چند نعمت از شما گرگ بیده، چندین نعمت دیگه الله سبحانه و تعالی در اختیار شما قرار داده و این از رحمت الله سبحانه و تعالی یعنی به اشیا که انسان ناامید مبید از رحمت الله سبحانه و تعالی. من در هفته قبل اهمیت تقوا به شما مطرح کو و گشتون که بیاین برای اشیا که از فقر در بکفه، علاوه بر تلاش و کوشش و کسب و کار و اینکه ما باید از اسبابی که الله سبحانه و تعالی در اختیار ما ارکده به خوبی استفاده بکنه، علاوه بر این اسباب که باید ببند، بیاین شالوده این مسیر را گو تقوای الله سبحانه و تعالی تقویتی بکنیم. الله جل جلاله و عمه نواله وعده داد هر بنده که تقوا پیشه بکن یک روزنه به اشیا باز کن و اشی رزق از جای رسونید که فکره نکند. و این آیه من در هفته قبل با اشیا اشاره کرد در سوره طلاق بخش از آیه 2 و آیه 3 و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوای الله سبحانه و تعالی پیشه بکن یک روزنه یک در الله سبحانه و تعالی به اشیا باز کن و یرزقه من حیث لا یحتسب و از جایی که فکر نکند الله سبحانه و تعالی رزق رسونید. این وعده الله سبحانه و تعالی. ما را باید یقین ببید، ما را باید ایمان ببید به اشیا که الله جل جلاله و عمه نواله می رزق رسونید، به شرط اشیا که ما درست حرکت کنیم، از اسباب صحیح استفاده بکنیم، از اسباب حلال استفاده بکنیم، حد و حدود الله سبحانه و تعالی مراد بکنیم و برن دیما. به این شکل الله جل جلاله و عمه نواله ما را از بنبست و از مشکلات نجات داد. این شفلتون در مورد یک مسئله دیگه از اسباب جلب رزق
یک سری مطالب خدمت شما عرض کنم. به اضافه اشیا که من قبل از اینکه این مسئله مطرح بکنم البته به یک موضوع خیلی مهم اشاره کنم، موضوعی که متاسفانه خیلی از ملا و مولوی از اشیا غافلند و یک بخش بزرگی از من نسل جوان این فکرها به هر حال مواجه بیده. بچارت الان ایام محرم حتما تا این نام به شما گوشا رسید اگه شد که ها خلاص همه دهه محرم و سینه زنی و عاشورا، ما را کار به دیگران عقیده نه، ما را کار به دیگران فکرها نه. اجنان فدی سر سینه فدی کمران بورینن فدی سرون هونیه کنن داخل گلاب پلو مالک جنن، ما را کار به ایشون نیستی. هر چی کنن بکنن، چه بسا که عذاب الله سبحانه و تعالی در دنیا به ایشون قبل از آخرت، چون دین اللهش به هر حال به مردم به طور جعلی تحویل داده. ما را کار نه. منتها من لطفاً به تمامی جامعه اهل سنت و جماعت یک مسئله خیلی مهمی بگشم. بچارت شاید خیلی ها این فرهنگ غلطش در ذهن شما ایر کده که هیچ فرق بین شیعه و سنی در فکر نیست. یعنی مثل اختلاف شیعه و سنی مثل اختلاف حنفی و مالکی و شافعیه. هنچوش که مثلا حنفی ها یک اختلاف گو شافعی هستن، هنچوش هم در فروعات و در جزئیات اختلاف هست بین شیعه و سنی و مشما براده، هیچ مشکل نیست. یک فکر و یک ایده 100% غلطه و خیلی از ملاها و خیلی از مولویان منبرانی پادا همیشه اصولا در هفته های وحدت مطرح کنن. ما وقتی که هفته وحدت یا مسئله وحدت نباید اشیا به حساب دینی بجنه، نباید اشیا به حساب عقیده بجنه، نباید عقیده اشتباه و غلط ها در بین جوانان اهل سنت ترویج بده. چون تمام این مسائل مرتبط با دین و دین شوخی نه. مسئله عقیده مسئله شوخیه که نه. عقیده مثل ناموس چه انسانه، عقیده مثل ناموس انسانه و همه عقیده این که انسان در روز آخرت نجاتی داد، یا به سمت بهشتی برد یا والعیاذ بالله به سمت دوزخ و جهنم برد. پس مسئله آسون اینه. وحدت و برادری فدی جاها، یعنی ما اتونه در کنار هم زندگی بکنه، گو هم دوست ببین، گو هم رفیق ببین، اشیا هیچ مشکلی نیستنی. نه تنها شیعه ببند، حتی انسان کافر هم ببید تا اتونه در کنار اشیا بننده زندگی کنه. آشیا فدی لوگ است، ترام فدی لوگ ها، لکم دینکم ولی دین، شما دین به فدت منی دین به من فد. نه من کار به تی دینو هسته، نه ترا کار به منی دینو هسته. هر که فدی فکر و فدی ایده به فد محترمه. اشیا گشن وحدت. اما ای که من بلوتون به زور عقیده اهل سنت ها منحرف بکنم تا یک نام شهرت یک منبری سرا به فد کسب بکنم، این چیزا یک انسان متعهد مؤمن نتون قبول بکن. من اشیا به شما یک کمینه توضیح هدم. بچارت اختلاف اهل سنت و جماعت گو شیعه اختلاف فرعیه نه که هر جا منبرانی پادا خیلی از مولوی، خیلی از افراد به هر حال منتسب به دین اشیا مطرح کنن. نه خیر. اختلاف ما اختلاف عقیده‌ایه، اختلاف فرعیه نه. مثل اختلاف حنفی و مالکی و شافعی حنبلی نه. ما در عقیده با شیعان مخالفه، هم در عقیده گو ما مخالفن. چطور؟ امامت یک اصلی از اصول دین در نزد شیعه. امامت یک اصلی از اصول دین در نزد شیعه، اما در نزد اهل سنت و جماعت امامت اصلی از اصول دین نه. وقتی که اصل از اصول دین یعنی هر کسی که این امامت ها منکر بکن، انکاری بکن، کافر بید. شیخ مفید که از مراجع مزن مذهب شیعه اگه شید که هر کسی که امامت رو انکار بکن کافر بید. یعنی از نگاه و از دید فکر مراجع شیعه، اهل سنت و جماعت
چون امامت قبول نکنند کافرند. حالا این عقیده فرعیه، این عقیده جزئیه، این عقیده مثل این فکر مثل فکر حنفی و شافعیه، به هیچ وجه چوش نه. لازم خیلی مثلا مهمند و ملتفت ببید. مسئله دوم، شیعه معتقدن بر اشیا که ائمه آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه بگیره تا به ایشون مهدی که در چاه جمکرانه و تا اگر در نکبته تمام معصومند هنچوش که انبیا چند معصومند. اما اهل سنت و جماعت بر این اعتقاد نیند که حضرت علی مثلا رضی الله تعالی عنه معصومه یا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه معصومه. نه خیر، اهل سنت و جماعت اسمت فقط مختص انبیا از اون و مذهب شیعه اسمت فقط مختص انبیا از اون، مختص ائمه آل بیتی هم از اون. حال ایکو اختلاف فرعیه که خیلی از مولوی ها در به هر حال در مناسبات مختلف وقتی چند نفرم از مذهب شیعه نشته در ذهن تمامی و ای قضیه کنه که ما رو بزیاد اختلاف نیسته، ما یک اختلاف فرعی هستنی. نه خیر، بچه ما لطن فدی جوانو فریب بدن، بچه لطن فکرش به سمت غلط پیش ببره. ما اگر لطن گوشو دوستی بکنیم، خب دوستی و رفاقت و هر چی که هستن فدی چه جاها، اما نباید به حساب عقیده اشیا مبذیرن تمامی بکنه. مسئله سوم، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل سنت و جماعت معتقد بر ایشیان که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمینه، بعد حضرت عمر، بعد حضرت عثمان و چهارمین خلیفه امت اسلامی حضرت علی رضی الله تعالی عنه. اما شیعه بر ای اعتقادن که نه، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلافت حضرت علی حق. حالا ادون هم ما را مشکلی نه. خب خیلی خوب، حالا مثلا شما شد خلافت حضرت علی حق، مشکل ادونه که این نه فقط اگرشند که خلافت حضرت علی حق، بلکه اگرشند که حضرت علی حق خلفان وارته غصبش کده، یعنی حضرت ابوبکر غاصبن، حضرت عمر غاصبن، حضرت عثمان غاصبن. آیا این فکر و این اندیشه یک اندیشه فرعیه که ما بگش بینم اختلاف نیستیم بجز هم اختلافات فرعی مثل حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی؟ نه خیر، این اختلافات عقیده‌ای اند. ما اختلاف عقیده‌ای هستیم. بچه ما فدی دینا بها بکنیم بچند متاع دنیا، ما هیچ وقت همچین کاری نکنیم. ما دین ما عقیده هنچو که من عرض کو ما ناموسه، ما نتونه فدی ناموس بهایی بکنیم به خاطر که چند شهرت ما را برسید یا اینکه ما را چند ریال برسید. احترام فدی جاها هر انسان به عنوان بشر وقتی که اکید گوته تا احترام یکنه، چه مسلمان بید و چه غیر مسلمان. آشی فکر آشی دین با فدنی تی فکر و تی دین بتعفد ما را خیلی رفیق هستند که غیر مسلمانند. اکوند گما انندند بیان بنندند، چه مشکلی هستنی؟ اکوند گما به هر حال حتی در مراودات کاری هم زیاد چیز پیشه که خب بیان کار بکنه، ارتباطی نیستنی. ولی من به خاطرش که فدا باشی یا نزدیک بکنه یا فدا به من نزدیک بکن، انا تو که من فدا دینا بها بکنه بگشن آخر حالا مشمال چی نیستنی، همه اختلافات فرعیه. نه دوستان عزیز دقت بکنید، خاصتا منی خطاب جوانان عزیز و محترم بلوچن که ما یعنی اختلاف گو برادران شیعه اختلاف عقیده‌ای، ما را در اعتقاد اختلاف هستن، نه در فروعات مثل شافعی و مالکی و حنفی. آشون عقیده گم عقیده فرق کن. حالا آشون عقیده هم به فدش هم مبارکش باد، ما عقیده به ما فد مبارک ببید. من قصد اختلاف و این مسائل نه، ولی من لطفا روشن بکنم فکر اهل سنت و جماعت. بنابراین یک مسئله خیلی مهمتر، اصلا در عقیده اهل سنت و جماعت ایش نیستین که ما ندا به غیر الله بکنین. نیستین ای چیز که اهل سنت و جماعت برند یک قبر یا پادا و اعضا قبر کمک بلوتن، مگر اینکه یک فرد صوفی گمراه و اصلا چون در خود اهل سنت و جماعت فرقه های باطل و گمراه باز هسته، مگر اینکه از فرقان بید، از افکار و اندیشان ببید.
اما فکر اهل سنت و جماعت، عقیده اهل سنت و جماعت اجازه نداد و ایشه شرک از اون که انسان برای کمک لوتک برای یک قبری پادا و ازا قبرا کمک بلوتید، پیروزونش بیا مرا کمک کن یا شیسه بیا منی نزونم دستا بگی. این فکر اهل سنت و جماعت نین و هر کسی که به این فکر مبتلا والعیاذ بالله به شرک فده آلوده کده و باید توبه بکن و به عقیده صحیح اهل سنت و جماعت بترید. لحاظا ما را این فکر نیست، اما این چیز در میان مذهب شیعه وجودی هستن. برن حتی هر جا که هرند برند، مسئول فدی چونن عملونه، زیارت پادرن، قبره پادرن، آشونی اعتقاده، اما ما اعتقاد ایش نی. پس ما مشکل اساسی این هستین در مسئله عقیده. حالا هفته وحدتی هم اگر ببید چه اشکالی هستن، هفته وحدت یا اصلا وحدت چیز خیلی خوبه، اما این وحدت رو به حساب دینی نباید بچنین که بله حالا ما عقیده یکی، نه ما عقیده یکی نه. ایش مسئله خیلی مهمه، به اشیا حتما توجه بکنید. دوستانی که در اینستاگرام هم پیام دادن، منم عرض ادب و سلام هستن و انشالله که مطالب بتون مفید بید به شما. شعار گشید که یک سبد نان تو را بر فرق سر، تو همی جویی لب نان در پدر. وقتی که فقر اکید لوگه درا اجند و یک انسان مؤمن مبتلا بید به فقر و تمامی درهای زندگی بر روی آشیا بسته بید، باید در ایمان فد، در ذهن فد این چیزا به یقین بزن که دروازه رحمت الله سبحانه و تعالی هیچ وقت بند نه، همیشه بازه. و الله سبحانه و تعالی رحمت 24 ساعت انسان توار میکنند که ای انسان منو بلود تا من ترا بدون، برا کار کن، برا زحمتت بکش، تلاشت انجام بده، ولی توکلت به من الله ببید. مهمترین اسباب اشیا که شما بتونه رزقا به سمت فد جلب کنید، یکی از مهمترینی بعد از تقوا که من در هفته خدمت شما عنوان کو، مسئله توبه و استغفار. توبه و استغفار بچارت الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرماش کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. بچارت الله سبحانه و تعالی چاگچی در قرآن کریم در مورد اهمیت استغفار من گشت که از الله سبحانه و تعالی طلب استغفار کند. حضرت نوح به فدی قوما خطاب کرد که از الله سبحانه و تعالی طلب استغفار بکند. الله سبحانه و تعالی غفار. وقتی شما از الله سبحانه و تعالی طلب استغفار کد، الله سبحانه و تعالی شما این استغفاری قبول کد، چه دگرگونی در شما زندگی کید. الله سبحانه و تعالی فرماش کن: یرسل السماء علیکم مدرارا، ای آسمان پیاپی به شما نازل کند. رحمتهای الله سبحانه و تعالی پشت سر هم به شما نازل بند. این یک. مال بکا، پول بکا، رزق بکا، الله سبحانه و تعالی به لفظ واقعی اکاریدی و یمددکم بی اموال، و شما را مدد کن به مال، به ثروت. پس یکی از مهمترین اسباب جلب رزق همه مسئله استغفاره، چون الله وعده داده و یمددکم بی اموال، و شما را مدد کن، شما را نصرت کن به مال. و یمددکم بی اموال و بنین، و شما را چکا داد. ما در برنامه طب نبوی که چند سال پیش نسته، یکی از مسائل خیلی مهم برای کسانی که عقیمند همه مسئله استغفار مطرح کو. گشتن که یکی از راههای ای که شخص چکی ببید و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به اشیا وعده داد، مسئله استغفاره. علاوه بر ای که انسان با اسباب هم بزیرید، دکتر برا، پزشکا برا، چیزایی که الله دستور داده آشون انجام بداد به طور عملی، علاوه بر اشیا به شدت استغفار بکن. چرا؟ چون الله سبحانه و تعالی فرمایش کرده و یمددکم بی اموال و بنین،
و الله سبحانه و تعالی نتیجه استغفار شما را مال داد و شما را صاحب چک و فرزند کرد، شما را صاحب ذریه کرد. و این وعده الله و وعده الله حق. و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا، به شما بهشتون و نهرها رودون جاری کرد. پس الله جل جلاله و عمه نوالو در این آیه به ما وعده داد هر انسانی که استغفار را به فضل لازم بگید، رحمت از آسمان باشیا نازل کرد، باشیا ماله داد، باشیا چوکه داد و فدی رحمت هم بر روی زمین هم باشیا جاری افرمایید. داستان حسن بصری رحمت الله علیه خیلی جالبه. یک شخصی گو امام حسن بصری رحمت الله علیه آد و گشتی که منو یک بیماری هستن که هر کار میکنم علاج باگ نیام چیکار کنم؟ امام حسن بصری رحمت الله علیه فرما شد که برای استغفار کن. اشی خوبه شو. دیگر رو چی؟ یک شخص دیگر آد اگرشی که یا امام حسن بصری رحمت الله علیه منو چوکه نبید، من صاحب ذریه باگ نیام، از اسبابم استفاده کنم ولی صاحب ذریه باگ نیام، چیکار کنم؟ امام حسن بصری رحمت الله علیه گشت که برو استغفار کن. این هم شو. روز سوم یک شخصی آد به امام حسن بصری رحمت الله علیه گشت که بیا که این ملک هوش کن، هیچ نیستن، هوش سالی یاد که، قحطی یاد که، چیکار بکنی؟ امام حسن بصری رحمت الله علیه گشت که برای استغفار بکن. هر کسی که به امام حسن بصری مراجعه کده، امام حسن بصری گشت برای استغفار کن. آشیا چوکی بکاره گشی برای استغفار کن. آشیا که بیا که هوش سالی یاد کشی برای استغفار کن. آشیا گشت که بیا که من بیمارم شی برای استغفار کن. تمام جز کو به امام حسن بصری رحمت الله علیه که کسی چین اشی حکمت چین که هر کسی که اکید دون به علاج یا به یک مشکلی حل کنه تا فقط با اشیا ایش چیزا مطرح کنه که برای استغفار کن. امام حسن بصری رحمت الله علیه جواب داد که من به خاطر اشیا توصیه کنم به ایشون که برن استغفار بکنن که الله سبحانه و تعالی وعده داده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله فت وعده داده اگر شما را رحمت از چین بکارن هاورو بکا استغفار بکنید، اگر شما را چوکو بکا استغفار بکنید، اگر شما را مال بکا استغفار بکنید. من چیز اسفت نه آورده، من آ چیزی که الله سبحانه و تعالی فرمایش کرده من هماشیا مطرح میکنم و ادون زونتش که استغفار چیه که اهمیت هسته. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب و سلام در حدیث فرمایش کردند که من اکثر من الاستغفار، هر کسی که زیاد استغفار بکن جعل الله له من كل هم فرجا، الله سبحانه و تعالی از هر هم و غم یک روزنه بهشی باز کن، یک فرج بهشی اکارید و من كل ضيق مخرجا، و از هر تنگنای الله سبحانه و تعالی بهشی یک راه باز کن و رزقه من حيث لا يحتسب، و از جایی که فکر نکند الله سبحانه و تعالی اشی رزقا عداد. این هم رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث که انسانی که استغفار کن تا این اندازه الله سبحانه و تعالی به مدد که و به نصرت این شخصا که. پس اگر شما دچار فقرت، اگر شما دچار بیماریت، اگر شما دچار نگرانیت، این استغفار را همیشه به فضل لازم بگیرید. علاوه بر اینکه شما باید کار کنید، تلاش کنید، کوشش بکنید و از اسباب حلال استفاده بکنید تا جایی که اتون بیاد استغفار بکنید. یعنی این استغفار را به زبان فضل همیشه جاری بکنید. استغفار انسان گناهان پاک کن. استغفار رحمت اکارید، رزق اکارید، برکت اکارید و شما قلبا پاک کند. آلودگی هایی که در این قلبا جمع بیدگن، سختی هایی که در این قلبا جمع بیدگن، همین استغفار پاکی کند. امام قتاده رحمت الله علیه اگشید که قرآن هم در آشیا قضیه بیماری مطرح کده و هم قضیه علاج همه بیماری. فرمایش کردند که بیماری انسان گناهند، انسان گناه انسان بیماری هند و استغفار انسان علاجن. پس تمامی این بیماری ها
بیماری های روحی و بیماری های جسمی و مسائل مادی و زندگی ما اتونن گو استغفار را پاکش بکنیم و از بینش ببرین. و بازم تاکید کنم که علاوه بر استغفار شما باید راه های صحیح هم برید، کارهای صحیح شرعی هم باید انجام بدید. و معنای استغفار ایش که بنن داخل لوگا 24 ساعت استغفار که مثلا الله سبحانه و تعالی از آسمان به شما پولا ریچید. نه، برید کار بکنید، تلاش بکنید، ولی با استغفار، با اینکه زبان همیشه به استغفار مزین ببید. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک جمله خیلی جالبه هستنی فرمایش کردن: العجب مما یهلک و معه النجات. من تعجب کنم از انسانی که یعنی هلاک بگین در حالی که اسباب نجات هم در اختیار آشی. آفردتون فدا نجات بداد ولی آشیا دارگنین گرگنین و هنچوش هلاک بگین. فرمایش کرد که شما هلاک به شما گناهین و شما نجات به شما استغفاره. شما استغفار بکنید الله سبحانه و تعالی شما را نجات داد. پس این مسئله خیلی مهمه در باب استغفار دوستان عزیز. دومین سبب از اسباب جلب رزق همه مسئله استغفاره. شما همیشه طلب استغفار بکنید. بچارید این خیلی مسئله مهمه. الله سبحانه و تعالی حضرت یونس علیه السلام از شکم حوت، از شکم ماهی نجات داد. به خاطر چه؟ به خاطر اشیا که این انسان یونس علیه السلام به شدت استغفاری کو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. همه استغفار یونس علیه السلام باعث بید که الله سبحانه و تعالی این ماهی دف واز بید و حضرت یونس علیه السلام نجات پیدا بکن. این هم سببی چه؟ همه استغفاره. یا حضرت آدم علیه السلام وقتی که مرتکب اشتباه بید و در دنیا آرگ بید چی گشت؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله ما به فی نفسون ظلم کده، اگر ما را مبخشه، اگر ما را مورد مغفرت فت قرار مده، لنكونن من الخاسرین، ما از دست انسان خسارت کننده به. بنابراین همیشه هر روز تلاش بکنید، کوشش بکنید وقتی که صبح به نماز فجر رد و نماز تمام بید فدی زبان مزین بکنید به استغفر الله ربی من کل ذنبی و اتوب الیه. وقتی فدی لوگون درک فد و لوتت فدی کاره سراب رد استغفر الله ربی من کل ذنبی و اتوب الیه. در همین مسیر که ارد استغفار بکنید 100 بار، 200 بار، 300 بار. یا وقتی که مثلا از کارا درک فد اکود لوگا استغفر الله ربی من کل ذنبی و اتوب الیه. بچارت من یک حقیقت به شما بگم، یعنی با هم خیلی صادقانه ببین. ما چه که در روز فکر مشغول و زبان بسته، خب فکرم به 1100 هم و غم مبتلاه و زبان بسته. آیا با ایش شیوه ما موفق ابن که فدا عذاب بنبسته در بگیجه؟ نه والله. ما فدی انرژی ها صرف میکنیم، فدی وجود ها ورگیم، فدی فکر ها ورگیم، فدا دوچار وسواس کنیم و این هم نهایت یک بیماری بید. یک بیماری دیر شما جانا از یک جای اکت درا. نظر و چین که بجای اشیا که فکر بکنید و هم و غم ما بوارد و زبانو بسته این فکر آزاد کنید، زبانو باز کنید و همیشه بگشید استغفر الله ربی من کل ذنبی و اتوب الیه. بجای اشیا که انرژی و صرف هم و غم و وسواس و فکر ببید که هیچ نتیجه نگیرید، فدی فکرها فدی انرژی و صرف استغفار بکنید که الله شما را نتیجه داد، شما را رزق داد. ها نظر چه؟ یعنی این قضایانی پشتا، این مسائلین پشتا خوب فکر کنید دوستان عزیز و محترم. من گاه که به هر حال از لوگا درک فین و ارن به سمت به هر حال تلاش کوشش مسائلی که الله سبحانه و تعالی به ما واجب کرده ایشون انجام بده، شروع کنم به استغفار. والله و بالله و تالله اما وقتی که ما شروع کنیم به استغفار تا ارن و اکوین تقریبا 1000 بار، بعض موقع 1500 بار، 2000 بار، والله این قلب انسانه
چنان آرومه که تا حتی اگر یک ریالت به فدی لوگا نتونت بیاره، دلت محکم و قویه که الله سبحانه و تعالی ترا مرگ نکن. الله جل جلاله و عمه نواله ترا مرگ نکن. تا اینکه فدی ذکر فدی زبان مزین کده به ذکر الله سبحانه و تعالی و الله یاد میکنه. چی تا الله ترا از یاد برد؟ الله ترا از یاد نبرد دوست عزیز. لحاظا ایمان به الله سبحانه و تعالی قوی ببید و منی توصیه ایشن که بلوچ های عزیزی که در جاشک و در کل بلوچستانن، در این مشکلات، در این مصیبت ها، فدا به الله سبحانه و تعالی بیشتر وصل بکنید. فدا به الله سبحانه و تعالی بیشتر وصل بکنید. بیشتر ارتباط بگیرید با الله سبحانه و تعالی. همه مشکلاتی که شما را هستن دیگران هم هستن. بازی نوع این مشکلات هستن. بازی نگوی مشکلات دست و پنجه نرم کنه. ولی شما اولا از رحمت الله ناامید مبید. به فدی رزقا حرکت بکنید، تلاش کنید، کوشش بکنید. ولی مقدمه ای تلاش و کوشش ها چه؟ تقوای الله و استغفار قرار بدید. تقوای الله و استغفار قرار بدید. پس این دومین سبب از اسباب جلب رزق. با هم یک شعر بلوچی هم گوش کنین، یک قصیده بلوچیه و برای گردن و انشاءالله یک مختصر دیوان یک گرن و بعد انشاءالله تا هفته بعد بحث و ادامه ده. یک میان برنامه بگندید و بترد. بیاش کن منی پند و گیلا برات منی که ای دنیا پرکس وفا نبی. فرعون که وطه برستر از الله دی، پیشورند و کبر و غروری چی بی. اگه به مال دنیا دلت وش کتا، بچار که الله چه دا به سلیمان نبی. شکری گازه تو گشتی که یا الله غنی، هرچه منا گونن یک روچ جست بی. آروج من ضعیف و ته الله هسته قوی، زونون که قیامتا این نعمتونی حساب بی. بیاش کن منی پند و گیلا برات منی که دنیا پرکس وفا نبی. اگه باوتی ورنایی و زورا ترا فخر بی، ای بهار دی یک روچ حلاس بی. گراگو منی ربا تی حساب بی، دیگه آورنایی تو زورت پلکی گاره بی. بیاش کن منی پند و گیلا برات منی که ای دنیا پرکس وفا نبی. ای بروتون که مروش تشو تاو ده و تی تفنگا مسکینی سرا دور ده. برات راجا به درهم دشمن دسته ده. ای چاره روچ داکوگری تی گزی، گرات قبرات را لوگو جاه بی. دروازه دوزخ تی سرا واز بی، رندا از اونه که ظلم حساب گو الله چون بی. بیاش کن منی پند و گیلا برات منی که ای دنیا پرکس وفا نبی. هرچه تی چم از دنیا گندید، یقین کن که دیر و زود حلاس و گار بی. او منی جاشکی برات و مکرانی بلوچ، بزیر ای پندا که دنیا پرکس قرار نبی. هر کس پا نموز و عبادت گوتی ربا یاربی. آ چیزی که ترا تی قبرا دستگیر بی، هیچ نن بغیر کتاب الله و سنت نبی. بگر راها دینه یا که ای قیل و قال گاره بی. چون ده نگن و رزق حلال بلود که ای دنیا زوال بی. پا گناه و معصیت تی دنیا و آخرت برباد بی. والله که یک سر بسجده پا الله گاره نبی. مو دنیا و آخرتا همه خیر ترا دستگیر بی. پا محبتا الله و رسول یا هرچی غمن گاره بی. بیاش کن منی پند و گیلا برات منی که ای دنیا پرکس وفا نبی. براد و گوهر و دوست احباب بلوچ، در آنستگرام من یک نقطه اشاره بکنم. در آنستگرام
یعنی پخش مستقیمه. یعنی شما الان به طور مستقیم انا گنده گید ما وقت میان برنامه اره این میان برنامه از اینستاگرام پخش نبید. یعنی من گوشما هستم ولی کسانی که از سایت ای برنامه چارگن، از سایت رسانه جهانی عدالت یا کسانی که از فیسبوک ای برنامه چارگن اتونن میان برنامه بگندند و گوشی بکنن. به هر حال من عرض ادب و سلام هستند خدمت تمامی دوستان، کسانی که از سایت ما را چارگند، کسانی که از فیسبوک ما را گندگند، کسانی هم که در اینستاگرام من از دوست و احبابم. الله شما را هم حفظ بکن و هر کسی که به ما دعای خیر میکنه ما هم در حق آشیا دعای خیر کنین. تمامی دوستانی که در اینستاگرام گمنن سپاسگزارم. یک مسئله دیگر هم الوتون در همین مسئله باب استغفار بگشونی هم این که بچارت ما دچار اشتباه و خطا و گناه به هیچ کس انتون بگشی که من پاکم. شیخ عالمی که هم هستن یک وقتی هم دچار لغزش بیده. این طبیعت انسانه، این طبیعت بشرین که بشر اشتباه کن، بشر خطا کن، مشکلی نه. ولی ما نباید به خطا و اشتباه یک فرد مسلمان بننده و آشیا لعن و طعن بکنه. من یک کلیپی از یکی از مولویون در منطقه دید که ای آقا شروعی کده منبر پادا به هر کسی که مثلا انت مجتا نماز ونگنه لعنت ششتگه و احادیث غیر صحیح، احادیث ضعیف مطرح میکنه. خب بچه ها ما بجای اشیا که امید بدین، بجای اشیا که اصلاح بکنین طعن و لعن کنین. فردی که اولا که هدایت به دست الله سبحانه و تعالی، می وظیفه بیانه، می وظیفه به عنوان دعوتگر اسلامی ایشه که ما بگشین نصیحت بکنین، توجیه بکنین. اما ما نتون آشی قلبا در بگیجیم چپی بکنین که نه تا باید همه راه بره، اگر نشده لعنت بته. این چیز اشتباهی، این چیز درست نین. و من توصیه کنم به هر کسی که در امر دعوت و امامه دعوتی سرا کده یا به نام شیخ در منطقه مطرحین، حواسی جمع ببید که مردم به خاطر اشتباهاتی که مرتکبن طعن و لعن مکنن. این به هیچ وجه روش صحیح شرعی نه، به هیچ وجه روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه. اگر واقعا می الگو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببید. لذا مردم با محبت، با خیرخواهی، با دوستی، با نصیحت چیزی که وظیفه شرعی یک فرد دینی، یک عالم دین انسان باید مطرحی بکن. فدتون انتخاب بکن، خوب ببید اتون بد ببید، خوب ببید هم ما خوشحال هم خوشحال، هم الله سبحانه و تعالی بالاتر از هر چیز دیگه از آشیا راضی. اگر بد ببید همیشه باشید دعای اصلاح بکنید و از الله بلند که الله اصلاحی بکن. مورد طعن و لعن و نفرت فدی قرار مدد. به من خیلی پیام دادن در فیسبوک ها که ما از به هر حال ملان زده بیده جست کنم بچه اگه آقا ما حالا 6 روز داخل دریای مثلا یک روز جمعه تا کوین مجتا تا ما رو اگه دیشی همه یکی روچه بلده بیای باقی روچون کوی. خب به نوع ای فرد دیگه اصلا زده بید. ای فرد حتی رغبت نکند که همه جمعات روچه هم بیاد. لحظه خواهش من ایشی از فدی برادون، از فدی عالمون که از من به مراتب در علم دین بهترن و انشاءالله که در نزد الله هم مقامش از ما هم بالاتر ببید. ما انسان گناهکاره. من این نصیحت ایشین که حواسو ببید، خاصتا قشر جوانا به این شکل مورد ملامت قرار مدد. قشر جوان بلوچا با طعن و لعن به مجد میارد، بلکه با ادفع باللتی هی احسن، به بهترین روش کوشش بکند که ایشون به سمت دین بیارد، ایشون توجیه بکند. اگر اشتباهش کو خب اشتباهش کو. کسی که باید ببخشیدش منو تا نه، الله سبحانه و تعالی. ولی انسان عرب تگشید نصیحت کن ای کارت اشتباه بیده، الله تعالی ببخشید. سبحان الله آشی قلبا الله سبحانه و تعالی فد مسخر یکن، فد متوجه فدی اشتباه بید، فدی فکره بید. لحاظه ای من فکر کنم یک دگرگونه باید در مسئله دعوت باید بین
خیلی از دعوتگرای بلوچ در منطقه باید ببید. هم ایش این که باید حواسش جمع ببید که الان نسل دیر از شما جونا نادان و جاهل نه. هر کلمه که از زبان و انسان درکفید مروچی نسل جوان بلوچ آشیا از زیرید مورد حساب کتابی قرار داد. اچاری دید. پیشتر یک وقت به هر حال یک گپی اجازه دید که مردم هم دیگه به هر حال چه از اون تدش درستن چه درست نه تابع ادانتی. ولی الان دیگه چوش نی. الان هیچ کس نتون اشتباه از کسی ها قبول بکن. بله آقا امیدم که مطرح میکنن که واقعا همچوشن. خب این واقعیته که بارها و بارها به من مطرحش کده. حالا من نظرم در دیگه منطقه ولی اصولا در من چون منطقه ایشش مطرح کده. جوانش دید حالا مثلا یک جای دیدش لایو فوتبال یا این که به هر حال تا مجد تعنی و لایو فوتبال و تا فلان کده تا علی کده. بابا این چی کاری؟ این چه روشی؟ یا اخی برای دعای خیر بکن بهش. اگر تو عالم دین یه باید بچه دعوت یک اصولی هستنی. دعوت در شریعت اسلام یک اصولی هستنی. خود مسئله دعوت باید چند کتاب بننده بوانه چند ترم پاس بکنه تا حتی بزنه دعوت در اسلام چه؟ چطور یعنی اکو به همه آسونی و به همه راحتی ای جوان مسلمانی که حداقل فدی نماز داخل فدی لوگا وانگ از همه نماز لوگا وانگ همه شیعه چه کنه زده کنه. این کارا انجام مدید. این کارا مکنید. کافیه این که شما ایشون عقیده و زورته به هم رد کرد. به خاطر شهرت، به خاطر نام، به خاطر اشیا که دون چون نگنو برسید منبرانی پادا ارت و اگشت که نه اختلاف ما شیعه و سنی یک اختلاف فرعیه مثل حنفی و شافعی. این چی کاری؟ کو اختلاف فرعیه؟ ما را کافر زونند. اگر شخصی انا زوند ما را کاری نیه ولی عقیدهش ما را کافر زوند. ایشونی مسترین مرجع مثل کلینی مثل مفید هنچوش که بخاری و مسلم در مشما ایشونی مسترین مرجع مشورا کافر زونند. چطور این مسئله فرعیه؟ اگر لوتید گواشون دوست ببید رفیق ببید مدارا بکنید مشکلی نیستنی ولی نه به حساب دین نه به حساب عقیده. و این یک بحث دیگه هم جوانانی دل سرد کنه از دین، یعنی با رفتار فد، با گفتار فد، با روشی که شما در دعوت انتخاب کده من جوان بلوچون زدم میکنه از دین. البته من درست نگشون یک بخشی از دعوتگر چوشند، یک بخشی از دعات و شیخ و ملا مولوی چوشند. لازم کوشش بکنید که در هر مسئله دقت بکنید. ما به اندازه کافی ملت بلوچستان گم مشکلات و دست و پنجه نرم کنین دیگه، وارد خرافات و بدعات و زدگی از دینش مکنید خواهشن و کوشش بکنید که ایشون با سمت که رضای الله حرکتش بدید، با روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتخابی کده و به همه روش بیده شما به همه روش دعوت بدید. مقدمه دعوت اخلاقه، فدی اخلاق ان شاء الله خوب بکنید و به سمت خدمت به ملت بلوچ و بلوچستان حرکت کنید. ان شاء الله یک برنامه هستن که در مورد بهشت و آخرت گپ بید. در مورد من بارها در برنامه‌های مختلف در مورد زندگی مرگ و بعد از مرگ و یکی انسان در برزخ چطور زندگی کن و بعد وقتی که با آخرت ها اودم وصف بهشت در قرآن چطور کرد، اوصاف جهنم در قرآن و احادیث چطور کرد، ایشون در کلیپ‌های مختلف در برنامه‌های مختلف مفصلا مطرح کردن، اما نه به زبان بلوچی، به زبان فارسی. حالا ان شاء الله دونم کوشش کنیم که یک همچین برنامه‌ای ببینیم. خب وقت خیلی طولانی بید، من به دنبال یک راه حلیو که بتون یک به هر حال کار و درآمد به جوانهای بلوچ ببید در بیکاری و فدی وقتا صرف یک کاری بکنن که این کار مفید ببید و بلکن بتون الله سبحانه و تعالی از این طریق
رزق و روزیش بوده کار با اینترنت مطرحه و مروش در از اون مرو در عالم سوشیال در عالم اینترنت خیلی از مسائل هستن که اگر انسان واردش ببید اتون به یک درآمد برسید ولی باید راه صحیح و درست بزنه و از راه صحیح و درست باید وارد ببه که احیانا وقتت ضایع مبید. ما خیلی از فری وقتو مروش در اینترنت و اینستاگرام و فیسبوک و این دنیای مجازی صرف میکنه بدون اینکه یعنی هیچ فایده مادی ببینید، فایده معنوی انشالله که هست. به هر حال شما قرآن اگندید، حدیث اگندید، یک چیزی اوند مطلبی اوند خالی از خیر و فایده نه اگر از روش صحیح و درست استفاده بکنه. و یک خیر هم بالا خیر هم ایشن که بتون به شما انشالله یک فرصت درآمدی هم ببینید. من سعی کنم در یک جلسه که حالا یکم نشی پشت فکر کنم و سعی کنم که در یک جلسه ایشی مطرح بکنم و بعد هر دوست و رفیقی که مایلن در این قضیه با هم ببین بعدتون انشالله فدی شما را به طور خصوصی با هم بششتید و با هم در ارتباط ببین و من ایشو بگشم که چیکار باید بکن که فدی اوقات فراغات پر بکن. منی هدف والله و بالله و تالله خدمت به جامعه بلوچه. منی هدفش این که ما ملت بلوچ بیدار ببید، ما ملت بلوچ الله سبحانه و تعالی نجات بداد. هر خیری که ما به فدلوتن به شما یلوتن فرق نکن. بلوچ هر قوم ببید، هر قبیله ببید، بلوچن و بالاتر از اشیا ما مسلمان و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان همدیگر براد ازند، مسلمان همدیگر براد ازند و هیچ فرق بین ما ان شاء الله نیستنی الا ما حرم الله، مگر چیزی که الله سبحانه و تعالی بین ما و شما حرام کرده. خب دوستان اتاق فرمان آماده اید؟ وقت تمام بیده. ان شاء الله هفته دیگه من در خدمت شما بودم. تا هفته دیگه تمامی شما رو به الله سبحانه و تعالی اسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.